حدود 30 تن از کارگردان اداره آبادانی کلوب 11 دکبر با طلب معاش 5 ماهه خود در نزد بینای دادستانی و حکومت این شهر جمع آمده گفتند که اگر مقامات شهر به دادشان نرسند آنها به نهادهای بالایی مراجعت خواهند کرد. اکثر کارمندان اداره آبادانی زنها هستند. حرم گلادینایوا یکی از کارگران اداره آبادانی در صحبت با آزادی گفت که 5 ماه باز پول نگرفته است و از فروشگاه نزد خانه‌اش بارها با قرض مواد غذایی گرفته است. آخر آنها تا کی قرض می‌دهند؟ حالا مجبورم قرضها را برگردانم و به این خاطر طلب دارم که معاش 5 ماهه‌ام را بدهند. آدینایوا و اکثر همکارانش زنانی بیشور بوده نگاهوبین خانه و تأمین فرزندان را به دوش دارند. او میگوید حالا هوا سرد شده است و فرزندانشان لباس گرم و پایافزال زمستانه ندارند. از ماه اوگوست تا حال چندین بار از رهبران کارخانه طلب کردیم که معاشمان را دهد، اما به غیر وعده امروز و پگاه و ما چیزی ندادند، گفت او. نمایندگان دادستانی شهر کلوب به دعواگران پیشنهاد کردند که در این زمینه عریضه رسمی نویسند تا شکایت آنها بررسی شود. تا کنون رهبریت اداره آبادانی درباره مشکل کارگرانشان و همین طور علتهای تاریخی معاش آنها چیزی نگفته است.